برادران و خواهرانی که به امید ثواب روزه گرفته‌اند خوب گوش اندازند که روزه گرفتن تنها خودداری کردن از خوردن و نوشیدن و همبستری نیست، بلکه تمام اعضا و جوارح انسان باید روزه دار باشد. چشم و گوشها و زبانش را از دیدن و شنیدن و گفتن چیزهای ناروا نگاه دارد. با دست و پا و زبان کسی را آزار ندهد. غیبت و دروغ و سخنان فحش و ناروا نگوید و ننویسد. قلبش را از کینه و حسد پاک دارد، ورنه از آن اجر و پاداشی که خداوند برای روزه‌داران وعده کرده است محروم می شود. متاسفانه بعضی برادران و خواهران این شب و روزهای مبارک رمضان را وقت تیز گذرد گفته به تماشای سلسله فیلم های ترکی و هندی و پریکول و پرنگ ها و دیگر چیزهای حرام می گذرانند. در شبکه های اجتماعی ساعتهای دراز صحبتهای محرمانه و شهوت انگیز می کنند. اگر نوار کسی برایش پسند نیامد، اگرچه نوار اسلامی و پند و نصیحت هم که باشد، حتما در کامنتری دشنام فحش می نویسند. خوب گوش اندازید برادران و خواهران روزه‌دار، در حدیثی که آن را ابن ماجه با سند حسن روایت می کند، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند چه بسا روزه‌دارانی هستند که از روزه گرفته اشان غیر از گرسنگی و تشنگی چیزی دیگری نیست. پس خوب اندیشه کنید و کار نکنید که این همه شبخیزی ها و این همه محنت و مشقتی که با امید ثواب میکنید از دست بدهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.